کسر میزان یا میزان نما چیست؟ خب اول میخوام راجع به واژه‌ای به نام میزان صحبت بکنم. میزان چی هست؟ اگر ما یک موسیقی رو، یک قطعه موسیقی رو به واحدهای زمانی منظمی تقسیم بکنیم که هر کدوم از این واحدهای زمانی رو با یک خطی ما بتونیم خط عمودی از هم جدا بکنیم، بهش میگیم میزان. خب سرکید سر رو داریم، خب واحدهای زمانی یکسان که به اینا میگیم میزان و این خط میشه خط میزان. میزان اول، میزان دوم، میزان سوم و الی آخر. حالا کسر میزان یا میزان نمامون چی هست؟ 2 تا عدد روی هم نوشته میشه که یک مفهومی رو از قطعه به ما میرسونه. به عنوان مثال این 4 4. نحوه خوندنش هم به این صورته. 2 تا عدد رو پشت سر هم دیگه میخونیم. به هیچ عنوان نمیگیم 4 4م چون این کسر نیست. حالا به دلیل شباهتی که حالا داشته به کسر اینو اسمش رو گذاشتم کسر میزان یا میزان نما، ولی به هیچ عنوان کسر نیست که ما به صورت کسر بخونیم. حالا چرا از استفاده میکنیم از این میزان نما؟ برای اینکه این ضرب های قوی رو ما توی میزان بدونیم که کجاست. خب ما تا الان ارزش زمانی نوت ها رو گفتیم که نوت گرد ما 4 ضرب کشش داره، گفتیم که نوت سفیدمون 2 ضرب کشش داره، سیاه 1 ضرب، چنگ 1/2 ضرب و دولا چنگ 1/4 ضرب. خب ما برای هر کدوم از این نوت هایی که داریم یک عددی رو اختصاص دادیم. مثلا برای نوت گردمون ما عدد 1 رو اختصاص میدیم. برای نوت سفیدمون ما عدد 2 رو اختصاص میدیم. برای نوت سیاهمون ما عدد 4 رو اختصاص میدیم و برای نوت چنگمون عدد 8 و نوت دولا چنگ عدد 16 رو اختصاص میدیم. خب حالا این کسری که نشون داده میشه، ما عدد بالایی تعداد ضرب رو به ما نشون میده، یعنی ما 4 ضرب داریم و عدد پایینی نوع نوتمون رو نشون میده. خب 4 ضرب داریم از نوت سیاه داخل هر میزان. توی هر میزان 4 ضرب از نوت سیاه داریم. حالا ممکنه این فرق بکنه، این عدد همیشه 4 4 نباشه، ممکنه مثلا 2 2 باشه، 2 باشه، تعداد ضربمون میشه 2 ضرب. نوت 2 هم که گفتیم اختصاص دادیم به نوت سفیدمون، یعنی ما 2 ضرب از نوت سفید توی هر میزان داریم. ممکنه این 3 4 باشه که ما یعنی 3 ضرب داریم. 4 گفتیم مال نوت سیاه هست، 3 ضرب از نوت سیاه داریم توی هر میزان. ممکنه 6 8 باشه که یعنی ما 6 تا ضرب داریم از نوت چنگ. گفتم که عددی که به نوت چنگ اختصاص میدیم 8 هستش، پس ما 6 تا ضرب از نوت چنگ رو داریم. ممکنه 9 8 باشه که ما 9 ضرب از عدد 8 که مختص نوت چنگ هست، یعنی 9 ضرب از نوت چنگ رو داریم. و ممکنه 5 4 باشه که ما 5 تا ضرب از نوت سیاه رو داریم.